این برای آن است که یکی تو به عقلی و به فهمی نکنی، زن فقط برای یک جاگه خوابش نگیری. السلام علیکم بابای حاجی، 6 ماه زیاد ایستادن در راه سفر به نکاح ضرری دارد یا ندارد؟ چطوری از سفرکی میشوند، مثلا 6 ماه، 1 سال، 2 سال در سفر میستند، از زن دورن، آیا می در نکاح ضرر میرساند یا نه؟ نه، ضرر نمیرساند، ضرر نمیرساند. فقط ضرر از ضرر دم با ضررتر این است که وقتی که تو نفقه ایشان نمیرسانی، با گذشتن 1 سال 2 سال در بین شما نکاح تان بریده نمیشود. ولی سخن پیامبر گرامی که این لبدنک علیک حق ولی زوجک علیک حق ولی اهلک علیک حق، انا همین حدیث تو را میکشد. انا همین حدیث پیامبر گرامی حال تو را در روز قیامت و در خانه قبر و در همین دنیا حال تو را بد میکند. که پیامبر گرامی میگه بدن بالای انسان حق دارد، زن بالای مرد حق دارد، فرزند بالای پدر و مادر حق دارد. همین حق‌هایی را که امروز دادرای ما 6 ماه و 1 سال میایستند و زنها را فراموش میکنند، پدر و مادرها را فراموش میکنند، انا همین سخن پیامبر که حق به حقدار نمیرسانیم، انا اینجا در ما و شما در پیشگاه خداوند بعد آدم خجالت و آدم در ذلت و آدم در خاری به حساب میرویم. برای این همیشه کجایی که رفتین اون یک شما فراموش نکنین که حتی برکت مرد در حدیث های پیامبر میاد از حساب زن هم میشود. شخص پیش پیامبر گرامی تعلیم میگرفت، یک جوانه، بعدا برادرش آمد نزد پیامبر و گفت ای پیامبر گرامی، آخه این دادری من دایم در صحبت توست، دایم در محفل های درسی توست، آخه این زن دارد، کودک دارد، او بگذارش رود زن کودکش تامین کند، همه این در گردن من است. گفت برادر شکایت کرد. پیامبر گرامی گفت دادری عزیز، گفت من برای تو گوش زد میکنم که انمون درآمدهای فراوانی که خدا برای تو داده است و آن ذخیره هایی که تو در قفای خود داری و امروز این امکانیتی که تو را خدا داده است که خودت هم سیری، زن هم سیر است، کودکات هم سیر است و این زنی دادر و فرزندای دادر سیر است، همه این به خاطر انمین فرزند، نمین دادره که پیش من درس میگیرد، به خاطر این خدا تو را این داده است. فراموش نکن. گفت ببینم به خاطر یک نفره خدا دیگر کس برکت میتید. برای همین بود که پیامبر گرامی یک شخص آمد گفت من چیزی ندارم، پیامبر گفت زن بگیر. دویم بارم آمد گفت آخی یک بارت از همه ماندیم، با گفت زن بگیر. وقتی در سیوم زن این شخص میگد اون چنان ثروتمند شد که حتی انسانی شد که دیگه به مردم زکات میداد. ببینید خداوند به توفیل زن این مرد صاحب دولت و صاحب ثروت کرد. برای همین همون نکاح ها در وقتی که داملا میگن 6 ماه اگر بی نفقه بگذاری زن مخیره هست، میتواند که خودش را به یک طلاق باین حرام طلاق گرداند. این زجری است در عزیز. این برای آن است که یکی تو به عقلی و به فهمی نکنی، زن فقط برای یک جاگه خوابش نگیری، بلکه مسئولیت زنداری را دانی. دائم توجه و دائم فکر تو برای این زن و برای آینده های زندگیتان باید باشد. این به او خاطره. ولی نکاحتون در ضرر نیست، ولی برای نرسانیدن این نفقه تو در پیشگاه پروردگار آدم گناهگاری. خیلی آدم وقتی نفقه را ندهد برادر عزیز یک بدبختی دارد، میگه خیر عادت است، گندگی کردن هم عادت است، ولی نفس یکی از اینها را قبول میکند. وقتی تو 6 ماه میگذرد، 1 سال میگذرد، سوم روان نمیکنی به زنت یا به فرزندات، تو را میده پروردگار دل تا سیاه میکند، دل تا سخت میکند، تو بیرحم میشوی، آیسته آیسته بعد در همین سین جوانیت بعد به دست یگان با نامرد دیگه کشته میشوی و دنیا را پدرود میگوی میروی. این از آفتاش دادرای عزیز. خداوند پیامبر گرامی را بین در حدیث ها میگه من لم یرحم الناس لا یرحمه الله.
کسی در دنیا رحم ندارد خدا با او رحم نمیکند. کسی زن تامین نمیکنه آدمی بیرحمه. کسی به فرزندها خرید نمیکند ویم آدمی بیرحمه. برای این آدم بیرحم کی شد خداوند با او رحم نمیکنه. شما جمله اونا نشین. شما تمام وجودتان تمام حسیتان در بالای زنهاتان حواله کنید. جانتان برای زنهاتان تیه. این اسلام ای دادر عزیز، این دین ای که شما را تاکید میکند و عاشرهن بالمعروف. خدا میگه اینا شما با زنها زندگی خوب، زندگی نیک و همیشه نفقه ایشان باید که رسانید. شما ننگ داشته باشید، ناموس داشته باشید که وقت زنی تو از خانه تو برای روا خانه شون نگوید آخه چیز در خانه نیست خوردنی، نه لباسم تامینه، نه شکمی سر داریم. مقصد دیگر وقتی از پشت تو شکایت میکند همین آدمی ناموسدار را مردنش بهتر است. در عرب ها یک مسئله، عرب ها را ببینید میگد مرد اگر در خانه میرد اون نامرده. مرد میگه باید در کوچه میرد، مرد باید در بیرون جان به حقیقت میگن. مراد یعنی بیرون از خانه باشد، همیشه پایبند مشغولیت باشد، کار باشد. خب آدم تا چند سعی کند برادر عزیز، شیخ سعدی میگفت در قبضه سعی هست کلیدی در این روزی. حالا ببین آدم چقدر میگه سعی کند، دوادو کند، کوشش کند، خداوند ریسک او را فراوان میکند. در قبضه سعی هست کلیدی در این روزی. شیر از کشیش طفل به پیستان بدر آید. حتی بین میگم این طفل بین تا دم نکشد، تا همو حرکت نکند، شیر خوردن نمیتواند. برای همین شما کوشش کنید دادر عزیز که در پیش زنهاتون با طعنت نکند. خیلی که امروز دنیای کفر مسلمان تنقید میکند که یک ولد سفید ساز کردن نمیتونه. ببینید تمام چیز از دولت‌های دیگر میگم میخرین، چی خیلی ناموس داره میگن، کنی میگه ترقیات شما، کنی پروگرس شما. خیلی که طعنه میکند، زنه که طعنه میکنه وقتی که چیزی نیاد میگه کجا آمدی آخی نرفتی اجا کار کنی، کنی دیگه گپ زده تمام، دیگه زبانت بسته است. میرزا ترسونزاده را خدا رحمت کنه میگفت به پول سخنت اثر ندارد، پول نداری گپ نمیگذره. به پول سخنت اثر ندارد حالی که تو داری خر ندارد. همیشه و دیگه بر او دسته که کیپر باشد سید کاکو را که مثال آوردی، خب زنه که فرمان هم داده میتونی یا سیاست هم کده میتونی، هیچی نداری و با همین اکو تو غضب سیاست کنی کده هیچی نمیداند. برای همین کوشش کنین که انا همینجا دم گپ تان میگذرد، وقتی دستان پره کوشش میکنین خانه را تامین میکنین انشاءالله شما چی هستین؟ انا بچه‌های گویم دیندار و بچه‌های با اقبال و بچه‌هایی که انشاءالله در پیشگاه خدا قدر و قیمت داره. سلام داملای عزیز، اگر طهارت تنگی کند، شرایط نباشد، طاقت کنی نماز را خوانی درست میشود ولی ثواب ندارد. وقتی آدم طهارتش تنگی داره خب نمیتونه خواندن، مثال مشکل میخونه شو به یک حال زاره، همین نماز ای گردنت ساکت میشود و ولی ثوابش نمیگیری. باید نماز با حضور دل خوانده شود. میره طهارت میکنی، خوش رو طهارت میکنی و میای به حضور دل آهسته نرمک که خوب نماز میخوانی، خدا انشاءالله هم قبول هم ثوابت میتیه. یکی این خیلی که طهارت تنگی داره و تو به زوری مثال نماز خواندی، اگه این نماز ثوابش دست بکش، این ثواب نداره، زیرا او در دل خودت قبول نیست. دادر عزیز خودت همین خواندگی ناراحتی، حتی بعدا پشیمان میشه. السلام علیکم دانا، من در وقت نماز خواندنم بر پیش نظرم هر فکرها می آید، چی کار کنم لازم است؟ زیادتر نماز تهجد خوانده در عزیز، برای آنکه در ذهن تو چیزی تو را خلل نتید، تو را در تشویش نیارد، نماز تهجد از زیادتر خوان. خیز از ساعتهای 3 بخیز از ساعتهای 4. خب شما نمازهای تهجد خوانین، از 2 رکعت تا 8 رکعت طهارت کن، نماز خوان، از پروردگار خواهش کن که خدای مهربان یگانه عبادتی که بنده با تو راز میگوید این نماز است. من در همین نماز شیطان مرا وسواس میکند، هر خبر و فکرهای زیاد در ذهن من میارد، خدای مهربان همینها را دور کن. انشاءالله دادر عزیز از جمله کسانی میشوی که یگان فکر خیال دیگر
در ذهنت نمی آید. آیت را که من برای شما خواندم و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، این دلالت بر همین میکند که خدای مهربان برای ما بیان کرد که دین و راه دین فقط این است که خالص از برای پروردگار باشد. خداوند از هر عبادتی که در او یک غرض شخصی یا در او شریک گردانیدن چیزی باشد، از او عمل پروردگارمان بیزار است. خداوند در آیات‌های قرآن خبر می‌دهد فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. برادر عزیز و گرامی، ما از همینجا اخلاص حکمت و خود معنای اخلاص را که چیزی پوشیده در دل بنده مؤمن است اینجا دریافت کرده میتونیم. خداوند در آیت قرآن که سوره مبارکه عنکبوت بوده است، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین، پروردگار میگوید وقتی که شما در چیز از سواره سوار شدین، مثل خواه کشتی باشد، خواه طیاره باشد، خواه قطاره باشد، هر چیز از سواره باشد، ببینین پروردگار همینجا اخلاص ببینین چگونه عبادت است. وقتی ما سوار میشویم در این چیزهای سواره، دعوا الله مخلصین له الدین. شما میبینید که در حالتی که ما در طیاره ها سوار باشیم، دیگر جایی نیست که ما مراجعت کنیم برای ما و شما پناهگاه شود، جایی نیست که دیگر ما و شما با او تکیه داشته باشیم. نه سمالیات، همون طیاره‌ای که هست اگر گویم در خوبترین صورت هم ساخته شده باشد، اگر تمام همون متخصصای او برای ما و شما گارانتی یعنی که همین سمالیات بهترین سمالیات است، بار هم در صدمه روبرو نشده است، تا حال این ما را قانع کرده نمیتواند. خداوند میگوید وقتی که شما در اونها داخل شدین و یک حالت ناگوار شما را قرار داد، شما در او حالت با پررگی رو به سوی من میارید. حالتی است که انسان با پررگی در اون حالت به سوی خداوند با تمام اخلاص، با تمام خلوص در همونجا عبادت، در همونجا دست میبردارد و از پروردگار از ته دل با تمام هستی خود از خدای مهربان خواهان میشه. انمون اخلاص است برادر عزیز. انمون که ما در ما حالتی که روبرو میشویم، حالتی ناگوار ما قرار داریم، کمی گویم دشواری ها و مشکلاتی که در داخل او طیاره یا چیز از سواره وقتی حس میکنیم، در بین وجود ما را یک ترس فرا میگیرد و ما در و به زبانمان تیز از خدای مهربان نجات او را، حال خوب او را طلب میکنیم. انمون اخلاص است برادر عزیز. اگر ما در عبادتمان همون حالتی که در همون سواره بودیم، اگر از خدای مهربان همچنان عبادت داشته باشیم، و در پیشگاه خدا قبول است. زیرا ببینید من جمعه گذشته گفته بودم که حتی پیامبر گرامی گفتن ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. ببینید شما دعا کنید، میگه پیامبر گرامی، ولی در دعا کردن شما با تمام اخلاص دعا کنید. یقین دانین که همین دعای تو پر دل تو باید گواهی دهد که همین دعای مرا پروردگار شنیده ایستاده است و یکایک قبول کرده ایستاده است. اگر تا ما همین اخلاص و همین باوری را در بالای دستمان نآریم، پیامبر گرامی گفتن این دعای شما هم در پیشگاه خدا قبول نمی شود. ولی بسیاری وقت برادرای عزیز شما اهمیت داده باشین، هم تا دستامون هم میبرداریم دعا میکنیم ولی در دلمان چیزی از لذت نداریم و چیزی از محبت نیست و چیزی از قبولیت هم در یادمان هم نمیگذرد. پس این عبادت ما عبادت بی اخلاص است، در این خلوص نیست،
در این نیت نیست، در این یقین نیست، در این صدق وجود ندارد. زی خاطر است که دعاهای ما و شما در دوام حدیث پیامبر میگوید خدای مهربان آن دعای را که انسان از روی دل میکند او را قبولش نمیگرداند. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خداوند در جسم نظر نمیکند، خداوند در مال نظر نمیکند، خداوند در اولاد کی نظر نمیکند، بلکه پروردگار در دل و در عمل نظر میکند. اگر ما در دل خود همون خلوص و همون گویم یقین و همون صدق اگر حاصل کرده توانیم، انشاءالله پروردگار در او نظر دارد و انشاءالله اون عبادت و اون عمل ما و شما در پیشگاه پروردگار قبولیت دارد. برادرای عزیز، امروز جمعه است. ببینید به ذمه هر کدام ما و شما خواندن نماز جمعه فرض عین است که ما نماز جمعه ما نخوانیم. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. خداوند ما را امر دارد روز جمعه که شد، ساعت جمعه خانی که آمد، اگر دست در زر باشد ترک ساز و نماز جمعه را بخوان. این کنتم تعلمون، اگر به شرط تو فهمیش داشته باشی، تو اگر عقل داشته باشی، اگر تو معرفت داشته باشی، کارت ترک ساز. خدا میگه جمعه تا بخوان. پس ببینید همین جمعه که ما تاکید شدیم که باید برای ادا کردن او بیاییم، اگر در همین جمع مقصد ما خاص برای آن که این عبادت خداوند به ما فرض گردانیده است، اگر همین نیت نباشد، همین سرگردانی ما، قدمی ما همه در هدر است، بیکار است، چیز ما از اینجا برداشت کنه میتونه. برادر عزیز و گرامی، ببینید حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، من تطهر فی بیته، هر انسانی که در خانه طهارت میکند، طهارت میسازی، ثم مضى الى بیت من بیوت الله، بعد از آنه که طهارت تمام شد اراده میکنی که من در فلان مسجد رفته نماز میخوانم، ولی ببینین لیقضی فریضه من فرائض الله، همین طهارتی که من کردم برادر عزیز و گرامی و همین اراده ای که در فلان مسجد من نماز میخوانم، شرط ببین لیقضی فریضه من فرائض الله، اگر در همین نیتی که تو فلان مسجد را در نیت گذرانیدی و در همین نیت تو داخل نباشد که این نماز جمعه فرض از فرضای خداست، من به خاطر فرض خدا می روم، همون طهارت و همون سرخم کردن و همون رکوع و سجده تو چیزی در نزد پروردگار قبولیت ندارد. تا اگر انسان به خاطر آنکه همین عبادت از برای خداست، همین عبادت به خاطر خداست، همین عبادت به خاطر رضاگی خداست، اگر در دل ما همین نگذرد، ما برادر عزیز و گرامی از عملهامان بجز همون گویم که ماندگی و بجز همون حرکت و بجز همون سرگردانی دیگر چیزی به ما نمیرسد. برای همین بسیار از شما خواهش میکنم دادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان که امروز از اکثر ما و شما خدا را شکر که توفیق نماز خواندن داریم، توفیق صدقه داریم، توفیق روزه گرفتن داریم. ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید من صلی یرای فقد اشرک و من صام یرای فقد اشرک و من تصدق یرای فقد اشرک. اگر تو نماز خوانی به خاطر آن که تو را گویند نماز خوانی، ولی برادرای عزیز بسیاری از ما و شما که به خاطر خدا نیت میکنیم شاید در ذهن ها منگذرد نخواه آدمی باشد که نماز به خاطر خودنمایی خواند. پر است برادرای عزیز، پر است از شخصانی که نماز میخوانند تا که گویند که نماز خوان است،
مسجد می آید تا که گویند که وای مسجدی است. برای چی بزرگای ما و شما میگن کلیدی دری دوزخ است آن نماز؟ ولی ببین نماز نخواه کلیدی دری دوزخ باشد. کلیدی دری دوزخ است آن نماز که در چشم مردم گذارید دراز. اگر در چشم مردم نماز بسیار با زیباگیش خوانید، مردم ترا نگه دارند، تو بسیار رکوع خوشرو میکنی، سجده های خوشرو میکنی، خواب گویم طولانی قرائت میکنی، آن چنان زیبا عبادت که مردم نگاه دارد و در دل تو هم همچنان گذر میکند که بگذار نماز زیبای مرا و ها تماشا کنند. حضرت ها چی گفتن؟ کلید در دوزخ است آن نماز. این نماز تو کلید همو در دوزخ است. این نماز تو نماز در پیشگاه خداوند نیست برادر عزیز. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این راه تو می روی به ترکستان است. حاجی های محترم، این بزرگ خدا حاجی ها را اشاره میکند. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این راه که تو می روی به ترکستان است. اگر حج ما به خاطر آن باشد که حاجی بابا گفته ها بالا بالا ممکنند، یا در بین مردم به نام حاجی معروف و مشهور باشیم، بزرگان میگن تو کعبه نرفتی، تو ترکستان رفتی. من صلی یرای فقط اشرکه. اگر نمازت یرایی باشد، یعنی ریایی باشد، خودنمایی باشد، خودستایی باشد، خالی از اخلاص باشد، خالی از نیت نیک باشد، خالی از رضاگی و فرمان خدا باشد، پیامبر گرامی گفتند تو شرک در راه خدا کردی. با این نماز تو در پیشگاه پروردگار مبتلای شرک شدی. و من صام یرای فقط اشرکه. اگر تو روزه بگیری به خاطر که گویند فلانی هر یک روز دوشنبه و پنجشنبه روزه دار است، بسیاری از برادرای ما همین رکلام را دوست می‌دارند، بسیاری از برادرای ما خودنمایی را دوست می‌دارند، بسیاری از برادرای ما 4 تنگه را صدقه میکنند، در گوش هزارها میرسانند. حبیب خدا میگوید اگر روزه تو ریا باشد و خودنمایی باشد، خودستایی باشد، تو روزه نداشتی، تو بلکه شرک در راه خدا کردی. اگر تو هزارها سامان خیر کردی ولی در این خیرت رازگی خدا یا غضب خدا دور می شود، یا خداوند به واسطه صدقه مالت را زاید بکند، رضاگی خدا پیدا می شود، غمگینی شیطان پیدا می شود، این نیت ها در ذهن تو نباشد، پیامبر گرامی تو شرک در راه خدا کردی. هر کاری که از ما باید سر زند برادرای عزیز و گرامی فقط و فقط به خاطر خدا باشد. من یک معامله را که در روز قیامت می شود برادرای عزیز و گرامی از کتاب الترغیب و الترهیب در باب مخصوص اخلاص این بزرگ خدا آورده است، میخواهم برای شما خوانم، بعدا انشاءالله باز فهمیش شما و معلومات شما نسبت که عملی که خاص برای خدا نباشد باز معلوماتم بیشتر می شود. ان الله تبارک و تعالی اذا كان يوم القيامه ينزل الى العباد ليقضي بينهم فاول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثور المال. روز قیامت پیامبر گرامی میگوید وقتی که پروردگار بین بندگان خود قضاوت میکند، حکم میبرارد، کیها چیها کردند، کیها به کدام عملها چنگ زدند، کیها
اهل دوزخند، کیها اهل جنتند. وقتی خداوند در روز قیامت بین بندگان خود این حکم میکرده است، اولین کسانی را که مورد پرسش قرار میداده است 3 نفر بوده است. یکم پیامبر گفتند کسی را که در دنیا حافظ کل قرآن بود و یا فریاد میزنند، کسی که در دنیا امروز با اصطلاح های ما قاری قرآن بودند، حافظای قرآن. دوم کسی را که مورد پرسش قرار میداده است شهیدهایی که در دنیا اونا گویم در میدانهای جنگ مقابل دشمنای خدا جنگیدند. سوم کسانی را میپرسد که اونا سخی بودند، مالدار بودند. این 3 نفر خدای مهربان میخواند و برای اونا چنان سوالی میتید. چی سوال است؟ فیقول الله عز و جل، بس پروردگار میگفته است للقاری، از برای حافظ قرآن چی میگفته است؟ الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، آیا من همان قرآن را که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل کردم، آیا از همان قرآن تو آموختی؟ قال بله یا ربی، حافظ قرآن میگفته است بله پروردگار، من آن قرآن را که با پیامبرت نازل کردی آن قرآن را آموختم، آن قرآن را کلا حفظ کردم. فما عملت فبما عملت، وقتی که تو این قرآن را حفظ کردی برادر عزیز و گرامی، وقتی این قرآن را تو حفظ کردی، خداوند میگفته است به این قاری قرآن، به این حافظ قرآن، پس با او چی معامله کردی؟ چی ها کردی؟ برادرای عزیز، پیش از آنه که خداوند از سیر این حافظ قرآن همگان را آگاه کند، ما میدانیم که خدای مهربان علم داخل سینه ما را دارد. در داخل سینه ما چی ها میگذرد، در وجود ما چی نیت ها و چی مقصد هاست، اگرچه از چشم بنده های خدا پوشیده است، ولی خدای مهربان این علم دارد، از داخلی آگاه است. پیش از آنه که این سوال را قاری برای پروردگار چی جواب میگوید، منم برای شما گفتنی هستم که دادر عزیز کوشش کنید که در حیات قرآن خوان باشین، در حیاتان قرآن خوان باشین. من دیروز یک حدیثی را در اینجا بین بعد نمازها که ما یک حدیث تعلیل میکنیم، یک حدیثی را خواندم، ان الذی لیس فی جوفه شیء من القرآن کالبیت الخریف. پیامبر گرامی میفرماید هر کسی که اگر حفظ قرآن ندارد، یعنی بعضی برادرای ما همین یک آیت یا 2 آیت از یاد میکنن یا یک سوره 2 سوره را از یاد میکنن و دیگر توجه به قرآن ندارد. پیامبر گرامی میگوید اگر در وجود شما آیت از سوره های قرآن اگر حفظ نباشد، شما مثل یک خانه چپه شده اید. یک خانه که چپه می شود برادرای عزیز خراب می شود، دیدگی آدم دهشت او را فرا می گیرد. انسانی که اگر قرآن خوان نیست، انسانی که در وجود خود حفظ آیت های قرآن ندارد، مثل همون خانه های چپه شده اند. یعنی به حال اونا باید ما غمگین باشیم. امروز الحمدلله برادرای عزیز اینقدر امکانیتی که خداوند برای آموختن قرآن برای ما و شما آورده است، اگر ما همین لحظه ها را استفاده نبریم ما کرنمکیم. قسم به نام خدا ما به انصافیم. حالا که روایت ها هست که اگر هر روز کسی 40 آیت قرآن را با چشم خودش با دستای خود قرآن را نکشاید، 40 آیت را نخواند، این آدم حق قرآن به جا نآورده است. این قرآن بالای او در روز قیامت دعوا دارد که این آدم در من ناسپاس بود،
این آدم در من شکرگزاری نمیکرد. امروز دادرای عزیز عیب است که جوانای ما مثل همون موسفیدای 100 ساله و از 100 بالا فقط بوسه کردن قرآن دانین و خلاص، فقط با دست طهارت داشتن قرآن دانین و تماس. خیلی جای عیب، خیلی جای تأسف که شما یک جوانای تنومند خداوند همه شرایط امکانات برای شما داده است و شما از خواندن قرآن محروم باشید. شما خواه از قسم شب خواه از قسم سحر قرآن کشاده و یک ورق که نخوانید، خیلی جای باور کرد غمگین شدن است برای شما. وقتی از قاری میپرسید از پروردگار پس با این قرآن حفظ کردی چی کردی؟ چی خدمت ها کردی؟ قاری میگفت است اقوم به انا اللیل و انا النهار. پروردگارا من شبها میخواستم روزها میخواستم این قرآن را میخواندم، این حفظ قرآن را از ذهنم دور نمیکردم. قاری به سوی پروردگار میگفت است فیقول الله کذبت و تقول له الملائکه کذبت و یقول الله تبارک و تعالی بل اردت ان یقال فلان قاری. بعدا پروردگار نه به همه قاری نه به همه حافظای قرآن بلکه با کدامی همو که از همه گروه باشد معامله خداوند همچنان است. بعدا خداوند میگفته است ای قاری تو دروغ میگویی، بل کذبت. ملائکه های پروردگار میگفته است تو دروغ میگویی قاری، و خداوند میگه بل اردت ان اقول له قاری، بلکه تو را مرادت این بود که حفظ قرآن کردی و در بین مردم خوش آوازی کردی به خاطر که گویم فلانی قاری است. تو به این خاطر حفظ قرآن کردی. حتی یک حدیثی را در برابرش نگاه کردم که روایت بیهقی است. پیامبر گفته بود است من قرأ القرآن یعکل به الناس جاء یوم القیامه و وجهه عظم لیس علیه لحم. اگر کسی که قرآن را علم را به خاطر خوردن مال مردم از خود کند، یعنی به وسیله علم به وسیله قرآن خواهد که مردم طلا و تاراج کند، خواهد که مال مردم به دست بیارد، پیامبر گفتند این گونه عالم ها این گونه قاری ها روز قیامت وقتی میخیزند در چهره هاشان گوشت وجود ندارد. یعنی چیز در چهره های ایشان از گوشت وجود ندارد. برادرای عزیز ببینن چهره را پیامبر گرامی گفت خداوند از چهرهش، یعنی جایی که حسن و جمال در او وجود دارد، خداوند همو حسن از روی این انسان میگیرد، به خاطر که این آدم ارادش دیگر چیز بود، ارادش پیشروی و خدمتی در دین نبود. پس از آن میگوید به سوی شهید میپرسید است، از شهید هم میپرسد. چی میپرسید است؟ شهید هم همچنان شهید در راه خدا شدی؟ بله شهید در راه خدا شدم. چگونه ای که در حدیث های می آید که پیامبر گرامی در جنگ خیبر با اصحاب وقتی که در بین شهیدها گشت و گذار میکرد، صحابه یک و یک نشان میدادند فلانی شهید است فلانی شهید است. میگوید بناگاه به نزد یک شخصی آمدن که چهره و شکمش به سوی زمین است، فقط پشتش به سوی آسمان است، ولی کشته شده است. اصحاب میگوید نشان دادن پیامبر این قسم در جنگ بسیار شجاعت نشان دادند، این قسم گفتن شهید است. پیامبر گرامی در جواب اینی رأیت فی النار، گفتن این شخص گفتن من در دوزخ میبینم. برادر عزیز این شخص گفتن من در دوزخ میبینم. این حدیث مسلمه فی بردت غلاها او عباءه. ببینید من اینو در دوزخ میبینم،
صحابه حیرت دماندن که آخه این شهید، این همراه ما بود، این مقابل دشمنای خدا می جنگید. وقتی که میگه پهلوش گردانیدن، در زیر بغلش یک قطعه لباسی را از بیت المال دزدیده بوده است. برادرای عزیز و گرامی، و از مال غنیمت وقتی که می جنگیدن برای پیامبر ما و شما میدونین که در محاربه ها مال غنیمت برای پیامبر حلال بود گرفتنش. یعنی وقتی که یک جا را که هجوم میکردن، مال و ملک اونجا برای اینها حلال میشد. این قاعده جنگ همین است. ولی این بنده خدا به تقسیم کردن الک یک پاره را گرفته در زیر بغل که پنهان کرده بوده است، یعنی خیانتی در مال کرده است. و وقتی که می جنگید پیامبر عالی باید در زیر شکمش او را ندیده با نور نبوت گفت ایرا من در دوزخ میبینم. برای این شهیدم خدای مهربان میگفته است تو دروغ میگویی، ملائکه ها میگفتن تم دروغ میگویی. بعد از آن خداوند میگفته است بلکه تو ارادت همین بود که تو را گویم بسیار جوانمرد بود، بسیار شجاع بود. یعنی تو به خاطر این کلمه ها جهاد کردی. همچنان سیوم نفری که اینجا موردی پرسش پروردگار قبول میگیرد، این آدمی است که در دنیا مال خود را گویم خیر احسانی که ما و شما امروز میگوییم خیر احسان میکند، ولی در خیر احسانش هم نیتش چی است؟ نیتش داناندن است، نیتش فهمانیدن است، نیتش ریا است. پس پروردگار با اینها همچنان معامله را روا می‌بیند. خلاص از این پرسشی که خداوند نسبت اینها میکند معلوم میشود که اگر ما هم برادرای عزیز هر عبادتی را که در دنیا به خاطر خدا اگر انجام ندهیم، پس وای در پیشگاه پروردگار قبولیت هم ندارد. حتی شما را من خبردار کردم که همین جمعه‌ای که ما و شما میاییم، نمازهای 5 وقته که ما و شما میاییم، برای جماعت ها ما و شما دوهایی که میکنیم، حتی حرکت هایی که میکنیم، اگر همینا برای رضاگی خدا نباشند یا در دل ما نیتی رضاگی پروردگار نباشد، پس در این عبادت های ما و شما هیچ چیز قبولیت پیشگاه خدا در وجود ندارد.